سلام، امروز اومدم با آموزش انواع مختلف نگین که در هنرهای سازی و ریسه مو ازشون استفاده میشه. همونطور که میبینید نگین ها سایزهای مختلف دارن. این نگین سایزش نسبت به این نگین بزرگتر هست و همچنین این نگین سایز کوچکتر نسبت به اینها داره. همه نگین ها به شکل های مختلف تو بازار عرضه میشه. این نگین که دست من هست نگین سنگی هست، درجه 1 هست، جنسش سنگ هست. به خاطر چی جنسش سنگه؟ چون پشتش جیوه کار شده. یکی از راه‌های تشخیص نگین‌های سنگی همین جیوه پشتشونه. همونطور که می‌بینی نگین‌های سنگی با دست کشیدن روشون اصلاً خط خطی و تار نمیشن و سالم باقی میمونن در مقابل نگین‌های پلاستیکی. و در مورد استفاده این نگین‌های سنگی، برای خودشون این نگین‌های سنگی قالب‌هایی دارن که این قالب‌ها بهشون میگن پایه های هم سایز نگین ها در بازار هست که میتونید تهیه بکنید و نگین رو داخلش قرار بدید و کاملا با انبردست یا هر وسیله‌ای که دارید محکم بکنید و این نگین ها رو داخل تاج ها و اکسسوری هاتون استفاده بکنید. حالا در مورد این که نگین های سنگی رو از نگین های پلاستیکی چطور تشخیص بدیم، من توی این ویدیو کامل براتون توضیح دادم که راه تشخیصشون به چه صورت هست. همچنین توضیح دادم که این پایه های نگین رو چطوری نگهداری بکنید که زنگ نزنه، سیاه نشه، چون این نگین ها بر اساس پایه های نگین بر اساس مرور زمان رنگشون عوض میشه، سیاه میشه. یه قلقی داره که باید اینها رو چطور نگهداری بکنید که رنگشون سیاه نشه. در مقابل این نگین هایی هم هستن که نگین های پلاستیکی هستن. نگین های پلاستیکی، این نگین ها پشتشون جیوه نداره و با دست کشیدن روشون خط خطی و تار میشه. فقط این راه تشخیص نگین ها نیست، راه های مختلفی وجود داره که من تو این ویدیو کامل براتون توضیح دادم. انواع مختلف نگین رو، شکل های مختلف نگین که تو بازار وجود داره، سایز بندی هاشون، رنگ بندی هاشون رو من سعی کردم هر آنچه که میدانستم رو برای شما کامل تو این ویدیو توضیح بدم. پس ممنون میشم که لایک کنید، کامنت های زیبا برام بذارید، باعث انرژیم بشه. همین الان اگه کانال من رو سابسکرایب نکردی لطفا کانال من سابسکرایب کن، با این کار بهم انگیزه و انرژی میدی. پس بریم سراغ آموزش انواع نگین ها که تو هنرهای سازی و ریسه مو ازشون استفاده میشه. نگین ها انواع مختلفی دارن. یه دسته سنگی و اصل هستن. اینی که در دست منه سنگی و اصل هست، جنسش فوق‌العاده خوب هست، کیفیتش عالیه، با دست کشیدن روش خط نمیفته، رنگش نمیپره، پشتش جیوه کار شده و این کیفیت کار رو بالا میبره. حالا من یک آزمایش انجام میدم تا متوجه بشین که کیفیتش چطوره. با یه فندک من این نگین رو حرارت میدم. میبینین که نگین هیچ اثری روش ایجاد نشده و کاملا سالم هست. اما یک نوع دیگر نگین های پلاستیکی و درجه 2 هستن که در مقایسه با نگین های سنگی و اصل همینطور که میبینید درخشندگی کمتری دارن، کیفیتشون پایین تره و قیمتشون ارزون تر هست. نگین های پلاستیکی با دست کشیدن روشون رد میفته، خط خطی میشه، پشتشون مثل نگین های اصل جیوه به کار نرفته و کیفیت پایین تری نسبت به اونا داره. حالا همین آزمایش رو با این نگین پلاستیکی انجام میدم. همینجور که میبینید نگین آتیش گرفت و کاملا خراب شد. این نشون میده که نگین فیک هست و کیفیت بالایی نداره و درجه 2 هست. نگین هایی که استفاده میکنیم سایزهای مختلف دارند و برای کارهای مختلف ازشون استفاده میشه. این نگینی که دو دست منه 18 در 13 هست. سایزش کوچکتر از این نگینی هست که داخل دست من
قرار گرفته. این نگین سایز 18 در 25 رو داره و یک مقدار بزرگتر از نگین قبلیه و برای کارهای مختلف از این استفاده میشه. همینجور که میبینید پشتش قاب داره و با استفاده از این سوراخ‌هایی که در پشتش هست شما میتونین با سیم گلسازی این نگین ها رو روی اکسسوری های مختلف، روی تاج ها و ریسه مو کار بزنید و استفاده بکنید. اما یک نگین های دیگه هم تو بازار وجود داره که سایزش خیلی بزرگتر از نگین های قبلی هست و همینجور که میبینید این نگین هم جنسش سنگی و اصله و از درخشندگی که داره کاملا مشخصه که درجه 1 هست. حالا من نگین ها رو کنار هم دیگه قرار میدم تا متوجه تغییر سایز ها و اندازه هاشون بشیم. رنگ های مختلف نگین ها تو بازار مختلفه که میتونید تهیه بکنید. پشت اینم میبینید که جیوه کار شده و جنس کاملا درجه 1 داره. این هم پایه های نگین های سنگی هستن که بهتون نشون بدم داخلشون چه مدلیه. همینجور که میبینید چنگک هایی پشتش آهن هست و با استفاده از سوراخ هایی که داره و این چنگک ها نگین داخلش قرار میگیره و فیکس میشه. به این صورت نگین رو داخل این پایه ها میذاریم و با استفاده از انبردست هر وسیله‌ای که داشتین این پایه ها رو یک مقدار که فشار بدین روی نگین کاملا فیکس میشه و میتونید توی کارهای مختلف ازش استفاده بکنید. به این صورت که میبینید پشت کار سوراخ داره. سلام مجدد. تا اینجا ویدیو چطور بود؟ دوست داشتید؟ تونستم که اطلاعات جدیدی رو به هنر شما اضافه کنم؟ خوشحال میشم که اگر نظری دارید برام کامنت بنویسید، لایک کنید و با سابسکرایب کردن کانال همراه من باشید. بریم برای ادامه آموزش. این نگین های اشک پایه های مختلف دارن، پایه ها سایز های مختلف دارن. همونطور که میبینید این پایه‌ای که من الان بهتون نشون میدم سایزش برای نگین 18 در 25 هست، اما سایز بزرگترم وجود داره که برای نگین بزرگتر و همچنین سایز کوچکتر برای نگین های کوچکتر. برای استفاده نگین ها میتونید از این پایه ها استفاده بکنید و روی اکسسوری های مختلف با سیم کار بزنید. به این صورت که قبلا بهتون گفتم این نگین ها داخل پایه ها میره و به راحتی فیکس میشه و برای اکسسوری های مختلف استفاده میشه. حالا نوع دیگه از نگین ها این نگین های کوچیک هستن که تو سایز های مختلف تو بازار وجود دارن. این سایزی که من بهتون نشون دادم سایز C بود. رنگ بندی های مختلف داره. این دو نوع رنگ بندی صورتی و بنفش من بهتون نشون دادم. سایزهای بزرگتر در بازار هست. این نگین سایزش 40 هست، رنگ آبی. مقایسه بکنید سایز بندیشون رو، سایز 40 و سایز 30 کنار هم که کاملا کوچکی و بزرگیشون مشخص هست. این نگین ها هم از پشت سوراخ دارن، روی پایه قرار گرفتن و میتونید از این سوراخ ها استفاده کنید، روی اکسسوری ها کار بزنید. حالا بعضی از ریسه ها هستن که با استفاده از این نگین های بدون پایه که به اصطلاح نگین کله قندی میگن ساخته میشن. به این صورت که برای ساختن انواع ریسه های مختلف سیم گلسازی رو که
میپیچونیم این نگین های کله قندی رو براشون پایه ایجاد میکنیم و این نگین های کله قندی رو با استفاده از چسب حرارتی روی پایه هایی که ایجاد کردیم میچسبونیم و در ساخت اکسسوری های مختلف، تاج و انواع مختلف ریسه مو بسیار پرکاربرد و استفاده میشه. این نگین هایی که تو دست من هست یکیش پایه‌دار هست و یکیش بدون پایه. حالا نوع دیگری از نگین این نگین های نیزه‌ای هستن که از اینها هم در ساخت ریسه و تاج استفاده میشه. استفادهشون هم به این صورته که مثل نگین های قبلی برای اینها هم انشاب زده میشه و با استفاده از چسب حرارتی روی این پایه هایی که ایجاد کردیم چسبونده میشه و تو کارهای مختلف تاج و ریسه مو مدل های مختلفی داده میشه که بسیار زیبا هستن به این صورت که میبینید. حالا در مورد کیفیت این نگین هم به وقتی که دست بکشیم روش تیر و تار میشه به خاطر اینکه جنسش پلاستیک هست و کیفیت بالایی نداره. حالا من برای این نگین هم حرارت میگیرم. همینجور که میبینید این نگین هم کیفیت خوبی نداره. جنسش پلاستیکی بود و با حرارت کاملا از بین میره و کیفیت خوبی رو نداره. یک نوع دیگر هم از نگین سایزهای مختلفش این نگین پلاستیکی هست که پشتش رو میبینید جیوه نداره و با دست کشیدن روش خط خطی میشه، تار میشه و قیمتش نسبت به نگین های سنگی پایین تر هست. همین آزمایش رو برای نگین پلاستیک هم انجام میدیم. همینجور که میبینید این نگین هم سریع آتیش میگیره و خراب میشه. این نگین هم پلاستیک بود و کیفیت نداشت. حالا نوع دیگه نگین این نگین های سنگی اشک که دوباره براتون من تستشو میزنم. میبینید که نگین های سنگی و اشک رو نگین هایی که جنسشون اصلی هست با حرارت دادن هیچ آسیبی بهشون وارد نمیشه و شکل خودشون رو حفظ میکنن. این نگین ها رنگ بندی ها و سایز بندی های مختلف دارن. برای کارهای مختلف میتونید اینها رو تهیه بکنید. این رنگ پرتاووسی هست، این رنگ صورتی هست و این رنگ ارغوانی هست که کیفیت کار رو روی این جعبه کاملا مشاهده میکنید. در مورد این نگین ها هم من قبلا براتون توضیح دادم که سایزبندی مختلف دارن. همونطور که میبینید داخل پلاستیک یا ظرف دربسته باید نگهداری بشه تا پایه هاشون زنگ نزنه. اگه ظرف دربسته ندارید به این صورت داخل پلاستیک بذارید، درشو محکم ببندید تا هوا نکشه و پایه سیاه نشه. یک نوع دیگه نگین های دوختنی هستن که همینجور که میبینید پشتشون سوراخ داره برای دوختن روی کار. این نگین ها احتیاج به پایه نداره و خودشون مستقیم روی کار دوخته میشن، چه با نخ دوخته بشن چه با سیم فیکس بشن، به این صورت اجرا میشن روی کار. این نگین ها که دست من هست پلاستیکی هست و کیفیت بالایی نداره. فقط خواستم سوراخ‌های نگین‌های دوختنی رو بهتون نشون بدم که رنگ بندی های مختلف دارن این نگین ها، سایز بندی ها و شکل های مختلف دارن. اینی که تو دست من هست بیضی هست و مثل بقیه سوراخ داره. متشکرم که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. من سعی کردم هر آنچه را که میدانستم در اختیار شما قرار بدم و خواهشی که از شما دارم این هست که اگه لایک نکردید قلب پست رو لایک بکنید، قرمزش بکنید. اگه کامنت نذاشتید برام کامنت بذارید، من تمام کامنت ها رو میخونم
اگر که کانال من رو سابسکرایب نکردید لطفاً سابسکرایب بکنید و همراه من باشید، به هم انگیزه بدید تا بازم از این ویدیوهای آموزشی انگیزه بگیرم براتون آماده بکنم. خیلی متشکرم که تا اینجا همراه من بودید. خدا نگهدار.